زندگی همیشه یه مهمونی نیست. زندگی یه نبرده، یه جنگ بی‌پایان با عادی بودن و بهونه‌ها. می‌خوای بدونی اون چیزی که برنده‌ها رو از خیال باف‌ها جدا می‌کنه چیه؟ انضباطه، دیسیپلین. دیسیپلین زیبا و شیک نیست. دیسیپلین یه احساس خوب نیست که توش ریلکس کنی و از خودت احساس خوبی داشته باشی. دیسیپلین یه سنگره، جایی که با دیوهای درون روبرو میشی، جایی که تصمیم میگیری خودت سرنوشتت رو دنبال کنی و کنترلش کنی. چند بار جلو آینه ایستادی و به خودت گفتی که میتونم بیشتر از این باشم، میتونم بهتر باشم. چند بار فرصت زندگیت رو از دست دادی چون تو منطقه راحتی بودی. وقتشه که اون زنجیرهای ذهنیت رو بشکن و هیولای درونت رو آزاد کنی. انضباط و دیسیپلین برای دلنازکان نیست، برای اونایین که حاضرن وقتی همه خوابن بیدار باشن، برای اونایین که به جای بهانه همشه بهونه بیارن دنبال راه حل باشن. زندگی برای هیچ کس صبر نمیکنه و اونایی که موفق میشن اونایین که با استعدادترین ها نیستن، بلکه با انضباط ترین و دیسیپلین ترین ها هستن. برام مهم نیست که امروز چه حسی داری، خسته‌ای، ناامیدی، عضلات درد میکنه، ذهنت میگه ولش کن، میگه بی خیال. اصلا برام هم مهم نیست. تفاوت برنده ها و بازنده ها اینه که برنده ها با وجود حسی که دارن، با وجود اون مشکلاتی که دارن بهش عمل میکنن، اون کارو باید انجام بدن. انضباط و دیسیپلین مثل یک عضله است، مثل هر عضله دیگه‌ای باید تمرین بشه و به چالش کشیده بشه تا رشد کنه. موضوع این نیست که کاری که دوست داری رو انجام بدی، بلکه کاری که لازمه رو باید انجام بدی. ما اینجا نیستیم که دنبال لذت‌های زودگذر باشیم، بلکه دنبال جلال ابدی. می‌خوای زندگی رو تغییر بدی؟ پس دنبال میانبر و کار راحت نباش. حتما باید سختی‌ها رو بپذیری. موضوع کامل بودن نیست، موضوع پافشاریه. اون زنجیرهایی که به خودت بستی رو بشکن، ببین واقعا چی ازت برمیاد. با درد روبرو شو، خستگی رو بپذیر و با دیسیپلین بی‌پایان هدفت رو دنبال کن. انضباط سوختیه که آتیش درونت رو روشن میکنه. دنبال تایید دیگران نباش، دنبال تایید جنگجوی درونت باش. میشه به حرف درونت گوش بده. هیچ میانبری برای رسیدن به موفقیت نیست. بیایید و اهدافتون رو به عنوان قله‌های با شکوهی تصور کنید که قراره فتحشون کنید. چطوری به اوج برسید؟ با عزم، تمرکز و یه دوز بزرگ از دیسیپلین شخصی. فهمید که هیچ کس دیگه‌ای ما رو بالا نمیکشه یا برای صعود آمادمون نمیکنه. نه دوستان، این قدرت و انضباط شخصی خودمونه، دیسیپلین خودمونه که ما رو جلو میبره. وقتشه که کنترل زندگی رو به دست خودمون بگیریم و مسیر خودمون رو هدایت کنیم. ما اغلب دنبال راههای سریع میگردیم، ولی واقعیت اینه که موفقیت واقعی نیاز به تلاش مداوم و پشتکار داره. میانبرا رو فراموش کنید چون هیچی توشون نیست. حقیقت رو بپذیرید، جوری راحت‌تره براتون. مسیر راحت‌تر در نهایت طولانی‌تر و دردناک‌تره. این یه فکت. بقیه رو سرزنش نکنید. از ناعادلانه بودن دنیا شکایت نکنید، چیزی که تمام جوونامون الان دارن انجام میدن. هر کدوم از ما معمار سرنوشت خودمون. ما باید سرنوشتمون خودمون بسازیم. بیایید مسیر مسئولیت کار سخت و فداکاری رو انتخاب کنیم. این مسیریه که به آزادی منتهی میشه. در طول زندگیم هیچ آدم موفقی رو ندیدم که به شدت منظم نباشه. منظم بودن یعنی کارا رو انجام دادن، همه چیز رو مرتب نگه داشتن، به وعده‌هات عمل کنی حتی تو بدترین شرایط و اینکه وقت‌شناس باشی. این برای موفقیت حیاتیه. هر آزادی تو زندگی هزینه‌ای داره و این هزینه دیسیپلین. انضباط و دیسیپلین مثل ریشه همه چیزهای خوبه، ولی باید اونو به همه چیز اعمال کنی، نه فقط زود بیدار شدن، بلکه هر کاری. انضباط مثل تمرین روزانه برای قوی‌تر، سریع‌تر، انعطاف‌پذیرتر و سالم‌تر شدنه. این نوع تمرینی که بهت کمک میکنه طرز فکرت رو تغییر بدی و انضباط رو تو زندگیت بپذیری. نمیخوام چیزی منو کنترل کنه جز خودم. برای رسیدن به این باید خیلی منضبط باشم و دیسیپلینم فوق‌العاده باشه تا بتونم مطمئن بشم که آزادم. وقتی مردم منو میبینن و میگن تو زود بیدار میشی، الکل نمیخوری، سیگار نمیکشی، من این کارا رو نمیکنم چون احساس برتری میکنم، بلکه چون میخوام روی کل زندگیم کنترل داشته باشم و آزاد باشم. انضباط و دیسیپلین یعنی برای من آزاد بودن. اگه تمرین نکنی عضلات رشد نمیکنه. اگر عضلات تو فشار قرار ندی رشد نمیکنه. این چیزیه که همه بدنسازا میدونن. پس بذار برات توضیح بدم. دیسیپلین چیزیه که باید هر روز تمرینش کنی. اگه این کارو نکنی و انضباط نداشته باشی چیز زیادی به دست نمیاری. این یه واقعیت، دقیقاً مثل بدنسازی. رژیما کار
نمیکنن اگه دنبال نشه. تمرین نتیجه نمیده اگه اجرا نشه. ولی وقتی تصمیم میگیری تغییر کنی، اون انضباط و دیسیپلینا رو عمل میکنی، زندگی میتونه کاملا تغییر پیدا کنه. رشد مداوم بخشی از زندگیه. فقط با شرکت در یک رویداد یا سمینار نمیتونی تغییر کنی. من ذهن و بدنم رو تربیت میکنم و اونو به یه سبک زندگی تبدیل میکنم. موضوع اینه که اصول اولیه رو بارها و بارها اعمال کنی. در یک زمان خاص بیدار شدن، انجام کارهای مشخص، آماده سازی وعده‌های غذایی، دنبال کردن عادات و تکمیل لیست کارها. وقتی این کارها رو به طور مداوم انجام میدی، یه روز کارآمد میسازی. هرچی روزهای کارآمد بیشتری داشته باشی، احتمال موفقیتت خیلی بیشتره. موضوع اینه که با ترسات روبرو بشی و این نیاز به دیسیپلین داره. دیسیپلین یعنی انتخاب مسیر سخت‌تر، مسیر سربالایی و انجام کار درست. حتما دیسیپلین رو به همراه روزانمون تبدیل کنیم. به جای اینکه اهدافمون رو معلق بذاریم و همش خیال بافی کنیم، بیایید به صورت تهاجمی و جسورانه با شجاعت به سمت پیروزی پیش بریم. باید روتین رو استاد بشیم. هر کاری رو با کمال انجام بدیم. از دیگران پیشه بگیریم. همین که شما دارین این ویدیو رو میبینید، یعنی یکی دو پله از بقیه همسن و سالای خودتون بیشترین، بالاترین. البته خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو دنبال کردید. حتما رفقا، اگر که از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، جای خوبی اومدید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و منتظر بقیه ویدیوها و نکات باشید. قرار نیست تو این کانال چیزای چرت و پرت و مزخرف یوتیوب فارسی رو بهتون نشون بدیم. قرار چیزایی بهتون نشون بدیم که خیلی میتونن کمکتون کنن. موفق باشید.